بسیار حائز اهمیت هست این عمل خداپسندانه در خیریه امام جواد علیه السلام که انشاءالله این فرهنگ جا بیفته برای ملت ما و مردم ما که هزینه‌های مصارف تاجگل و یا چاپ بنر رو خب بسیار متدبرانه مدیریت کردن و من نگاه میکنم که پنکاهایی رو سمت راست من هست گویا اهدا نمودن که اینها به دست نیازمندان و مستمندان برسد. همکاران عزیز آقایان حاجی محمد رحیم جفایی، حاجی عبدالعظیم جفایی، عبدالرزاق جان جفایی، عرض تسلیت همکاران خود اعضای هیئت مدیره مؤسسه خیریه آقای امام جواد علیه السلام را در سراسر جهان پذیرا باشید و ما را در سوگ از دست دادن برادر خود مداح اهل بیت حاجی عبدالکریم جفایی شریک بدانید. وظیفتا باید نیکارم بکنم و در خدمت جناب آقای جفایی که واقعا از دل و جان مایه بذارید برادر. هیئت مدیره مؤسسه در حد بسیار یعنی ما ذره تونستیم از خدمات آقایان جفایی که با ما خدمت میکنن به جامعه مردم تعداد پنکه آوردن که بسیار انشاءالله اینا برای نفع فقرا و خانواده از اینا باشه. شما حساب این بکنید که اگر یک دلیر یا تاجگلی ما میآوردیم لااقل 24 ساعت تاجگل بیشتر دوام نمیشه، ولی تا که شاید 3 سال 4 سال به یک خانواده اینجا ماندگار باشه که هر زمانی که از این استفاده بشه انشاءالله ثوابش به روی مرحوم والدین حاجی عبدالکریم و خود حاجی عبدالکریم برسه و برکات صلوات بر محمد و آل محمد.